مردی بوتیکدار که با مشتری خود وارد رابطه ممنوعه شده بود، در نهایت شوهر اونو به قتل رسوند. سلام دوستان، به کانال جنایت خوش اومدین. اگر پیگیر حوادث روز هستید ممنون میشم کانال ما رو سابسکرایب کنید. شکایت‌های پی در پی زن جوان از شوهرش عشق ممنوع میان اونو مرد بوتیکدار رو شعله‌ور کرد و شوهر در میان این عشق قربانی شد. پرونده این جنایت هولناک با شکایت برادر مقتول به جریان افتاد. او مدعی برادرش منوچهر 37 ساله گم شده. اون مرد به مامورا گفت برادرم یه روز ناپدید شده و هیچ خبری از اون نداریم. همسرش هم میگه با اون تماس گرفته و گفته به دست پلیس بازداشت شده. اما در حال این بررسی ها نشون داد مردی با چنین مشخصاتی از سوی پلیس بازداشت نشده. تلاش برای افشای راز ناپدید شدن منوچهر آغاز شد. برادر منوچهر به ماموران گفت برادرم و همسرش صاحب یه فرزندن. نزدیک به 10 ساله که با هم زندگی میکنن. همسر برادرم میگه منوچهر بیرون رفته تا برای پسرش خرید کنه اما برنگشته. توی ادامه ماموران زن جوون و نامحسوس تحت نظر گرفتن و به بررسی تماس‌های تلفنی ناهید پرداختن و به رابطه پنهانی او با یه مرد جوان به اسم امین که صاحب بوتیکی توی شرق تهران بود پی بردن. به این ترتیب امین بازداشت شد اما ادعا کرد که با ناهید هیچ ارتباطی نداره. اون گفتش ناهید از مشتریهای مغازم بود، گاهی به مغازم میومد. اون گاهی حضوری و گاهی اینترنتی هم خرید میکرد. به همین خاطر چند بار با من تماس گرفته اما ما هیچ رابطه پنهانی با همدیگه نداریم و من فقط میدونم که اون پرستار و همسر و یه دونه پسر داره. سرانجام در حالی که 3 ماه از بازداشت مرد بوتیکدار گذشته بود اون به قتل اعتراف کرد و گفت ناهید رو از مدتی قبل میشناسم. اون مشتری مغازم بود و هر باری برای خرید میومد از بدرفتاری های شوهرش گلایه میکرد. او آخرین بار با من درد و دل کرد و گفت از زندگی با شوهرش خسته شده. از این طریق رابطه ما با هم نزدیکتر شد. او از رفتارهای بد شوهرش به من میگفت. حرفای اون باعث شد کینه منوچهر رو به دل بگیرم و عاشق ناهید شده بودم و تصمیم گرفتم منوچهر رو بکشم و ناهید رو از شر اون خلاص کنم. من با منوچهر تماس گرفتم و به بهانه اینکه کاپشنی که همسرش برای پسرش خریده توی مغازم جا مونده. اونو به زیرزمین خونم کشوندم. از قبل گودالی به عمق 2 متر توی زیرزمین کنده بودم. وقتی منوچهر به اونجا اومد با تهدید اسلحه دست و پاشو بستم و با شلیک 3 گلوله اونو کشتم. بعد جسد رو توی قبری که کنده بودم دفن کردم. من هرگز فکر نمی کردم راز این جنایت برملا بشه. با اظهارات تکان دهنده این مرد ماموران به زیرزمین خونه اون رفتن و بقایای جسد رو کشف کردن. این در حالی بود که ناهید ادعا می کرد از نقشه امین برای قتل شوهرش هیچ اطلاعی نداشته و بیگناهه. در این میون پدر و مادر منوچهر از عروسشون به اتهام زنا با مرد بوتیکدار شکایت کردند. اونا گفتن ناهید با امین رابطه پنهانی داشته و به همسرش خیانت کرده. به این ترتیب پرونده ناهید به اتهام ارتکاب زنای محسنه در دادگاه کیفری به جریان افتاد و متهم توی اولین جلسه بازجویی بازداشت شد.